تمامی بینا را از نظر گذرانید. آیدی جمع شدنی همه باوری کامل داشته باشید. درها را قفل زنید. همه حجت ها رو محکم کردیم. کفم را نبر. چیزی که گویم همه را کن. پرنده هم نپرد. آیاز است گل. بلا زند. حجت ها نیستند. ممکن نیست. شما وقتی به اینجا آمدید به من قسم خورده بودید. سرتان را برای من گذاشتید. اما از بین شما کسی به این قسم خیانت کرد. خطایش را با سرش اصلاح خواهد کرد. خائنی که به جان من قصد کرد در این حجره است و همتان میبینید که او آغوشته در خون میمیرد. مرا فهمیده؟ زود باش ایاز، زود. باید کاری کنی برای اکاد، برای اپای گل باید کاری کنی. اما چی کار؟ این آشنا تازه است. می رویم. مرحمت جناب. سواش دهان در کدام حجره است؟ آشنای یک، حجره 101 از طرفی چپ. آهسته پسرم خوب هستی؟ خوبم مادر، خوبم. شما که این خیل میکنه جانم خواطر میشود. سواش دهان؟ بله منم. اینجا برای پرسجوی انشاءات چپه شده جاندن هولدینگ آمدم. شما را با عیب اواشی و زخمی کردن دستگیر میکنم. چی؟ سرده تو چی کار میکنی؟ سرده پسرم رو سرده. مگر نمیبینید که زخم دار است؟ سرده. آیا نمیشنوید؟ سردهت گفت. بریش. تو عیب نداری. جناب اگر خواهید نصف حجت رو من از نظر گذرانم. این خیل تا سحر تمام نمی شود. لازم نیست.
آن خائن را من خود یافته، با دستانم جگرش را میکنم. زودتر. خدایا التجا میکنم کمک کن. مرا سر دهید. شما کی بودنی مرا میدونید؟ پسرم را سر دهید. مگر نمیبینید که زخم دار است؟ سر دهید. من سوش دهن هستم. پسری کلیش دهن. سر دهید. سر دهید. جانو لطفا خواهش میکنم پسرم را نبرید. زخم دار. خواهش میکنم خانم مانع نشوید. ماموران براره. نه. ای خدا. چی شد؟ بیمار را به کجا میبره؟ با پدرم خبر دهید تا که مرا خلاص کنه. به این آدمان که بودنش را نشان دهد. فهمیده؟ مرا سر دهید. ای خدا. جناب هلدون یگان کار کنید. پسرم را خلاص کنید. التماس التجا میکنم. خوب هستید؟ خوب هستید؟ خوب هستید؟ همشیره همشیره. سنان تو برا. زودتر زودتر. چیکار میکنی ایاز؟ چیکار میکنی ها؟ با کلیچ به تماس برآمده. میآید؟ نه جواب نمیده. سوش نوبکار مگر این نیرنگ تو بود؟ ایاز را تو بدام گرفتار کردی؟ این تر است. اگر نشود چی؟ یگیت تو عیب نداری.
زود باش، زودتر. خدایا کمک کن. شد. زود باش، به کار درآ. زود باش. زودتر. ایستید! کسی به بیرون نبراید. در جایتان ایستید. اگر لازم آید همه یک جای میسوزیم. زود رفته سبب صدا را بفهمید. زودتر به اینجا بیا. زود. کلید ندارد این. زن کشاده میشم. سرده شما کیستید ایزی انگشتی من رو میگیرید ها؟ سرده همه اتان را به جوابگری میکشم. شما را پشیمان میکنم. حالا جای گریز را جستجو میکنید. شنیده؟ پسرم خوب هستی؟ با تو چیکار کردم؟ من دهن هستم مادر. زورشان به ما نمیرسه. با پدرم به تماس برآمده توانستیم. بارها زنگ زدیم اما به تماس برآمده نتوانستیم. پدر اقلا شما یگان کار کنید. التماس.
در آنجاست. چی شد؟ جناب در آشیانه بالا شخص حجره رو آتش زده فرار کرد. این حیوان کیست؟ مگر اینجا بی صاحب است؟ از اینجا دفع شده زود او را پیدا کنید. مردش را به نزد من بیارید. آخر ایاز دادارم است. یگیت تو هم رفت و کلش را به من بیار. زود باش یگیت. یگید زود رав ки бояд як тир парвонӣ ва як шахсро ҳимоя кунӣ. бирав. ایست! تو از خفا رفته از پیشش برو زود! صبر کن ایاز من میایم دادرم. موسی تو هم برا گناه نداری. تو هم آن شخص را جستجو کن. من آمدم دادرم. قریب رسیدم. گل را از دست دادم. اگر تو رو نیز از دست هم زندگی کردن نمیتوانم دادرم. التماس برای خودی من را بیاس تو بیار. آی
یاری دیه پایم شکست یاری دیه یاری دیه به فکر تو این چه خیل روی داده است؟ گل؟ چی؟ چی جناب؟ چه خیل شده است؟ چه خیل چی شده است؟ من کلیج دهن هستم. چه خیل با من خیانت میکنند؟ کی با این جسارت میکند؟ Aka! زفر چه خیل می شود که ایزی انگشتی کسی موافقت نمی کند؟ این چه خیل می شود؟ مگر مرا مسخره می کند؟ کی این را کرد؟ کی؟ مرا مسخره می کند حیوان ها؟ چه خیل ایزی انگشتی کسی موافق نمی آید؟ با من چه خیل بازی می کند زفر؟ کی با این جسارت می کند؟ کی به این جسارت کرده؟ جناب چی میگویی؟ اصلا با ایزی انگشت یک شخص موافقت میکند. از کی؟ Aka? Ayaz poet خوب است؟ تو رو پراندند؟ نه اکا احوالم خوب است همه‌اش میگذرد اما کاری کرده نتوانستم حجت‌های گفته‌تان نبودند من چون چاره آخرین خودم را برآوردم میدانم تو چی کاری که از دستت آمد همش رو کردی اینجا نیست ایاز باید زود از اینجا دور شوی اکا اپای گل چی؟ احوال او چی خیل است؟ نه نه نشد یا اینکه
ӯ дар ҳоли ногувор аст. ака, сахт ғамгинам. бисёр афсӯс мехӯрам. ту бояд ба хона рафта маро интизор шавӣ. ака, аяз рав, дар хона маро интизор шав. хуб, беҳтиёт шавед. Seni seven yiğit ölmez dediler, ölmez dediler. Gerçek mi cananı sormaya geldim, sormaya geldim. Hak nasip ederse görmeye ازانی کیست نابکار بگو. بگو برخس. بگو کی پرنده است. ایزی انگشتی کیست؟ از آن شما. تو چی میگویی حیوان؟ با ایزی انگشت شما موافقت میکند. چخیل از مسافه 15 متر دوری به نشان گرفتم. بی سری خودم را پراندم. حیوان این چخیل می شود؟ با من چگونه بازی آراسته؟ کی با من بازی میکند؟ کی با من بازی میکند؟ کی با کلیش دهن بازی میکند؟ حالا اون پلی در همین جاست؟ یعنی دستگیر کردید؟ بسیار خرسند شدم. من گمان میکردم که زوری کسی به اون نمیرسد. تنها زیر نظارت گرفته توانستیم. برای حبس شدنش دیگر حجت ها لازم است. چه خیلی یعنی؟ چی در کار؟ خانم صدیقه آید یک شاهد نقل کرده بود که خبر داده است اگر آن شخص بیانات ندهد با سبب نبودن دلیل سوش دهن را در اینجا نگاه داشته نمیتواند. اما این جنایت را سوش دهن کرده است. شاهد برای چی لازم است؟ دخترم، ما تنها به قانون ها رعایت میکنیم و شما باید علاج کرده آن شاهد را اینجا بیارید. با من آن بی‌ناموس را دستگیر کردم گویی. متاسفانه فرار کرد جناب. چخیل فرار کرد؟ حیوان چخیل فرار کرد؟ چخیل از دستتان فرار کرد؟ چخیل گریخت؟ تا نزدتان آمده است و شما چخیل او را دستگیر نکردید؟ مگر اینجا باغچه است؟ باغچه کودکان است؟ جناب، همسرتان زنگ زدن، عاجل بودنش را بیان کردن، با فرزندتان دخل داشته است. فهما، بعدتر شما را به جوابگری میکشم. گل ایاز چی حال دارد؟ ایاز خوب است. تو چی حال داری؟ خوبم. چی خیل خلاص شدی؟ با من بیا، نقل میکنم. چی شد اسرا؟ باز چه گپ است؟ کلیک سواش رو دستگیر کردن. لطفا زود به اینجا بیا، زود. چی خیل؟
ба корҳои шуда бовариам наомад. изи ангушт аз дони ман набудааст. килиҷдаҳам девона шуд. набояд ин хел шавад гул. аяз гуфт ки ягон кор нашуд. изи ангушт аз они килиҷдаҳан аст. аз они килиҷ? ин чӣ хел мешавад? ман ҳам нафаҳмидам. ба монанди ту ман ҳам ба ҳайрат афтодам. касе иваз кардааст. ӯ кӣ бошад? ба мо ягон шахси дигар ҳам ёрӣ медиҳад гул? یگید گل با من بیایید زود هر دو بیایید дигар ғамгин набошед апай сидиқа. саваши лаънатӣ дар зиндон аст, ҷазояшро мегирад. ба ҷавобгарӣ мекашанд. аммо ман намедонам ки мо кори хуб кардем ё бад. охир инҳо одамони воломақоманд ва ман бо онҳо чӣ хел мубориза мебарам. худо мегӯям ки ба мо зарар нарасонанд. апай сидиқа, ман мегӯям ки ҳақ ба ҳақдор мерасад. кош мудири амниятро медидед, бисёр одами хуб аст. аммо як шоҳид будааст, онро бояд ҳатман ёбед, вагарна ҳама заҳматамон барбод меравад. он шахс шиноси ман нест, ӯро ҷаноби Аяз мешиносад. фаҳмо, зуд бо ҷаноби Аяз гап мезанем. бо он одам суҳбат кунад ва ӯро орад. он гоҳ саваш азобашро мекашад. мудири полисҳо, адолат ва додгоҳ, ҳама ин танҳо сухан аст модар. адолат ҷорӣ намешавад. онҳо бо ягон роҳ худро озод мекунанд. шумо танҳо худро фиреб мекунед. юсуф! килиҷ каме пеш савашро ба ҷавобгарӣ кашидам. апай гул, бояд суҳбат кунем. чӣ шуд? чӣ гап дорӣ? ман медонам ки савашро кӣ парондааст. бародар, ки буданат барои мо аҳамият надорад. чизеро ки донӣ зуд нақл кун. ё ин ки падар, шумо кистед? бехабар ба ин ҷо набояд ворид шавед. ворид шуда наметавонам. ман полковник килиҷдаҳан ҳастам. ба куҷое ки хоҳам дар вақти хостаам медароям. ҳатто ба сурохи мор ҳам медароям ва озодона мебароям. ин ҷо аст ки ту ба ман монеа мешавӣ? бархез писарам, меравем. گوش میکنم. چرا خواستید که مخصوصا با من بخورید؟ ما با همه وا میخوریم جناب تحسین. بعضا با آدمانی که خود را بزرگ میشمارند و بعضا با شخصی که برای منفیت خود ملتش را جدا میکند وا میخوریم. برای منفیت و آسایش این دولت همه امکانیت ها را استفاده میبریم. همین طور شخصی را که دستگیری میکنیم بداند که دائما دستگیری نخواهیم کرد. باید شخصی سزاوار باشد. اگر آن شخص به این سزاوار نباشد با شخصی سزاوار وا میخوریم. همچنانی که حالا با شما وا میخورم. کوتاه کنید. چی میخواهید؟ میخواهم که همراه با ما کار کنید. دستگیری که خلق شما را میکند میبینیم و میدانیم. وقتی بسیار نگذشته شما را به قله های بلند میبراریم. از این برمیاد که تنها شخصانی که شما میخواهید وزیر و میبراید. فهمه؟ این طور که باشد شما را انتظار نکرده زود جواب نه نمیخواهم که زود جواب دهید. آگاه جوابتان را گوش میکنم. اگر شخصی برای شما فدا کردم را میدیدید نه تنها یک مراتبه بلکه هزارها مراتب فکر میکردید. همینطور جناب تحسین فراموش نکنید که اگر ما طرفدار شما نباشیم از پیشتان چقوری به آخر پیدا خواهد شد. وقتی که فکر میکنید کوشش بخرج دید تا که به آن چقوری نافتید.
پگاه جوابتان را انتظار می شود. در اینجا غروری شما نمیگذرد. سروزیر هم آید از اینجا پشه را هم برآورده نمیتواند. مرا فهمیدید؟ سواش برخیز میرویم. با فکرم نفهمیدید. اینجا مؤسسه حقوقی است. برایتان پرونده باز نکرده از اینجا برآمده روید. گویا صدایی را شنیدم. این شخص قراول صفت آیدی من پرونده باز میکنم گفت. مدیر، تو کی بودنی مرا میدانی؟ بله میدانم، بسیار خوب میدانم. آخر شما آن شخصی که در روزنامه آینه نیلگون آید وطن ملت و حقوق سخن میراند مشهور قلیچ دهن است. اینجا مؤسسه می باشد که امنیت ملت را به عهده گرفته است. در اینجا با آواز بلند و خود نشاندهی کسی را نخواهید ترساند. همه در سری وظیفه بوده کارشان را میدانند. بله قلیچ دهن، فکر میکنم که راهی برآمد را میدانید. مدیر، همه‌تان در روزهای نزدیک به جوابگری کشیده میشوید. در روزهای نزدیک به پیش من 4 زانو میشینید. تو اینجا آیدی حق و حقوق گپ میزنی، اما نمیدانی که در این مملکت مرا کیها دستگیری میکنن. تو باید این خیل نمیکردی. سواش تو را میبرم پسرم. کی جانم؟ سواش را کی پرونده است؟ ایاز، وقتی که سواش رو پروندن ایاز رو دیدم که میگریخت. انیق برای همین به توی آمده است. چه خیلی این کار رو کرد؟ نمیدونم که چه خیلی خود رو به خون آلوده کرد. دیوانه میشوم اپای گل. وای نیست، سواش رو ایاز نپرونده است. اما دیدم که میگریخت. حتی پرسیدم، رد نکرد. با من باور میکنی؟ این طور باشد به گفته هایم باور کن. ایاز به این حادثه ذره دخل ندارد. وای نکرده است؟ او نبود؟ بیهوده او رو تنقید کردم، او رو رنجوندم. چیکار کردی؟ با تحسین صحبت کردی؟ صحبت کردم و خواهشتان را پیشنهاد کردم. خواست که زود جواب دهد، اما من برای فکر کردنش 2-3 روز وقت دادم. باوری داره که این انتخابات از قلیچ دهن هم خوبتر است؟ بله جناب، باوری کامل دارم. او شخصی می باشد که دارای باوری و دوستداری خلق است. شخصی نیکی است که بی خونریزی و دزدی، بی دروغ و غارتگری و بی دشواری در مدت 5 سال صاحب خوبای بزرگ می شود. بله جناب، در تنهایی صاحب می شود. قلیچ دهن چی می شود؟ بالای او باید بسیار کار کنیم و خطاهای کرده اش را باید اصلاح نماییم. اگر پیشنهاد این مخصوص ما را قبول کند، با او برای همان دوام میدیم. بین هم برای به هدف رسیدن با یک الترناتیو کار نکرده ایم. همین طور زید بوده ها را در دست داشتن کارمان را آسان میکند. قلیچ دهن بر این آدمان را نیست کردن دائما آسان است. اگر خطاهایش را اصلاح نکنیم، میفهمید ما همه غرق مشکلی میشویم. جناب، قلیچ دهن آمده است، شما را دیدن میخواهد. بیاید. مدیر امنیت بوده است. چرا غضبی هستی؟ چه خیل غضب آرکچی؟
روزهای مشکل رو از سر میگذرانم. میفهمی؟ شخص هنگام نکاح پسرم را میپرانم. این کم نبود که به شیطم وارد شده ایزی انگوش را عوض کرده است، گویا که هیچ چیز نشده باشد. پسرم را مدیر امنیت دستگیر کرده است و به من خود نشاندهی میکند. میفهمی چی میگویم؟ میفهمی؟ خلاص چی؟ خلاص همین که یا شما مدیر امنیت را از وظیفه آزاد میکنید یا اینکه من خود چاره‌جویی میکنم. دائما آماده از ما خواهش میکنیم. باز خواهش‌هایت شخصی است. ما با تو به راه برآمدیم، خواستیم که تو را به قله بلندترین براریم، اما تو باشی چیکار میکنی؟ برای اصلاح کردن خطاهایت به نزد ما آمده مثل کودک تولا میکنی. گوش کن کلیش دهن، ایلی خان این گونه بی‌ترتیبی ها را دوست نمیدارد و قبول هم نمیکند. اگر حادثه در آخر به وقوع آمده به دستی میده فرایت، قهرمانی تو به آخر میرسد. این بعد اگر یک خطا کنی تمام امتیازها قطع کرده می شود. همین طور تمام نقشه های آینده برباد می شود. حالا یا این کار را خودت با خوبی حل می کنی یا اینکه این باخوری آخرین تو می شود. من را فهمیدی؟ فهمیدم. جناب، زنگ تلفن ها بس نمی کنند. یک چند آدمان می خواهند که با شما صحبت کنند. چیکار کنم؟ درد همه اش را می دانم. کسی که زنگ زند بگو که من مشغولم. تا به نزد دادستان برآمدن سوش دهند من با کسی نمی خواهم که بخورم. اطاعت. می خواهم که پسرم را ببینم. مرا به نزد پسرم برید. ببخشید خانم، در اینجا امرهای دهن نمی گذرد. پسرتان را تنها در دادگاه می بینه. جناب مدیر، نه همچون دهن بلکه همچون مادر از شما تولا می کنم. التماس باید پسرم را ببینم. شما هم فرزند دارید کن. خانم مشکلی نوارید. با خانم اطلاع روید. پسرش را نشان دهید. تشکری زیاد. جناب، با کسی و نخورید گفته بودید. من با شخصانی مبارزه میبرم که حق و حقوق را میدانند. من به مادری که برای فرزندش گریه میکند ضدیت نشان نمیدهم. سوش گفتنی به وجدان بار سحر به خلیل گفته است که به جای ساختمان بیا. اگر کار باشد خلیل هیچگاه در خانه نمیشیند و سحر بر وقت به جای کار میرفت. در ساختمان ستونهای بریده را دیده است. خلاص بعدن چی شد خودتون میدانید جناب. جنابی ایاز برای نجات دادن آمده است، اما به خلیل یگان فایده اش نرسیده است. ایاز به گناه است. غم نخورید جنابی هلدون، شما هیچ گناهی ندارید. من گناه ندارم. دخترم، باری گناهم اگر نیهی بر میزان، ترسم که بر روز حشر میزان شکند. غمگین نشو استا. آخر تو گپ زده نمیتوانی که بگویی، اما من گپ زده میتوانم. متاسفانه گفته نمیتوانم. سوش مادر؟ پسرم خوب هستی؟ پدرم درد نمی کند پسرم. پدرم در کجاست؟ پدرت به خانه رفت. در آنجا چی کار میکنند؟ چرا مرا نمیبرارد؟ چندین ساعت شد که من در اینجا هستم. پسرم وی هم کوشش میکند، از دستش چیزی که باید میکند. دروغ میگوید. اگر کلیش دهن میخواست بر وقت میبرآورد. از این برمیآید که پدرم از من دست کشیده است. خدا لعنت کند. سوش پسرم چیکار میکنی؟ بیا اینجا بشین. اگر پدرم را نبرارد حیاتم محو می شود. با او بگویید، او را راضی کنید. التماس مادر تولا میکنم.
مرا از اینجا برآورد. حیاتم محو می شود. میدونید مرا از اینجا برآورد. من در محبس میمیرم. زندگی کردن نمیتوانم. میمیرم. اینطور باشه. سواش پسرم، اون این شات رو تو چپا کنونده. سواش با من نگاه کن. پسرم، سواش پسرم، نکردم بگو. التماس، من بگونو و با مانند پدرم نیستم. بگو جانی مادر، کسی رو نباید در خطر گذاری. از برای خدا پسرم. بگو که تو نکرده ای. ایاز پسرم است. با اوستا خالد صحبت کردم. تو گناه نداشته ای. سواش سگ به تو تهمت کرده است. همه‌اش را نقل کردند. من هم گفته بودم که ولی تو دیگری نگوید باور نمی‌کردی ها؟ عذر می‌خواهم. مرا ببخش، نفهمیدم. باید می‌فهمیدی جناب هالدون. باید می‌دانستی. تمام دنیا برعکس گوید هم تو باید می‌دانستی. باید می‌گفتی که ایازی که من می‌دانم چنین خیانت نمی‌کند. او سالها با من بود. صدقاً کار کرد. باره به من خیانت نکرد. آخر گفته نتوانستم. بله همین خیر. خونی شهیدان را نیز گفته نتوانستی. خائنانی که آن خون را خوردن نیز نگفتی. برای چی می‌دانی؟ چون که تو هم یکی از آنهایی. ایاز گوش کن. من تو جناب هالدون، تو مرا شپاتی زده روی اصلیت رو نشان دادی. حالا به جای خود نزد خائنان برگرد. چون که در پهلوی من جا نداری. خیر، خدا حافظ. خوش آمدی ایاز پسرم. خوش باشید اپا. اکای خلیل خوب نیست؟ نه خوب نیست جنابی ایاز. من به شما یک چیز گفتنی بودم. کمی این طرف بیایید. بگویید اپا. یگان واقعه شد؟ آن روز همراه با خودت یک جوانی آورده بودی. دریو داری؟ خوب. آن جوان باید به دادگاه آمده شاهدی کند. قربانت شوم. التماس رفته با او خبر ده. رفته همه چیز رو نقل کند. یعنی سواش کرد گوید. آخر اپا چه خیل گویم؟ اون آدم به دادگاه رفته نمیتواند. ممکن نیست. چه خیل شاهدی کرده نمیتواند؟ تو چه ها میگویی پسرم؟ آخر پلیس گفت که شاهد نباشد من او رو حبس کرده نمیتوانم. همینطور سواش با دستانی بالا از آنجا خلاص میشود. افسوس اپا، از دستم کاری نمیآید. باور کنید نمیآید. یک لحظه. چرا از دستتون کاری نمیآید؟ بدیهایی که با اکای خلیل کردن به جواب میماند یعنی؟ البته که نه. اما شاهد رو به میون برآورده نمیتونم. جانم را خواهید میدیم اما این کارو کرده نمیتونم. این خیل باشد جانی تو را خودم میگیرم. بیاز شما ایستید اپا. تو چگونه آدم هستی ها؟ مگر تو وجدان نداری ها؟ ایست. تو چیکار میکنی؟ من نمیستم. رفته آن آدم را میاری وگرنه تو را خودم میکشم. ایست میگویم. تو دیوانه ای. دستت را گیر. دستم را نمیگیرم. او را میاری یا نمیاری ها؟ او را میاری یا نمیاری؟ یک لحظه گوش کن. بعضی چیزها را نمیدانی. آورده نمیتونم. میاری وگرنه چنان میزنمت که مرده میاری. چنان میزنم. خدایا خودت پناه ده. چنان میزنم که او را میاری. توی مردی رزیل پلید افلاس. گوش کن. عصبم ویران شد. تو را میکشم. بیا مرا زن آخر زده نمیتوانی. بیا زن. بس است. دست گذشتی. اپی صدیقه بعد صحبت میکنیم. ای با کجا میروی ها؟ با کجا میگریزی؟ اینجا بیا. ای اینجا بیا گفتم.
با این دهان و بینیت رو میشکنم. خدایا توبه. دخترم تو دیوانه شده ای؟ خطا را اصلاح میکرده است. تو کیستی که خطای مرا اصلاح میکنی؟ تو کیستی؟ ظفر قید کرده بیمان که با آمدن وقتش سری او را نیز با دستم میگیرم. با دستم. همش در اینجا ثبت شده است. همش در اینجا ثبت شده است. در یاد دارم. اینجا است؟ مگر اینجا آخور است در را تق تق نمی کنی؟ ظفر تو با بیرون برو. با تو برو گفتم. بیرون برو ظفر. ای اسر دهن، این جسارتتان را از نسبتان میگیرید؟ سواش کرده است. اون بینو رو سواش چپا کرده است. مگر تو مست هستی ای زن؟ سفسط خانه را بس کن. نمیفهمی کلیج؟ سواش کرده است میگویم کلیج. پیسرمون اون ستون ها رو بریده است. یا این که در نزد پلیس اعتراف کرده احمق؟ نه من فهمیدم. از نگاهش فهمیدم. گوش کن ای زن، اگر کرده باشد کرده است. فهمیدی؟ خب کرده به اینجا بشین و به کارهای مردا بینی نخلام. چیزی رو که دانی نقل کن. اگر لازم آید او اعتراف میکنه یا اینکه من خودم همه چیز رو نکنم. اسرا سفسطه نخوان. با کردهش باید جواب گوید. تو پسری مرا به جوابگری میکشی؟ همین تا؟ نه او رو از تو محافظت میکنم. سواش پسری من هم هست، اما باید جزای خطای کردهش رو دهد. فهمیدی؟ وای تو بری نمیشود. چی خیل من بری نمیشود؟ تو بری قاتل خونخوار نمیشود. ای زن مرا گوش کن. دهنها به جوابگری کشیدن نمیشوند. دهنها نمیمیرند. دهنها میکشند و خون میریزند. مرا فهمیدی؟ اگر سواش پسری من، خونی من، طبع دلی من نشود، من خود جانش را با دستانم میگیرم. مرا فهمیدی؟ اگر تو هم پای دیگر به نزدم همین طورایی، تو را نیز میکشم. مرا میفهمی؟ یک طرفی است. با توجه دوستداران صوت و نوا، концерти сарояндаи машҳури Узбекистон Улуғбек Раҳматуллоев Амфитеатр 22 ва 23 август соати 19. Тамос 985 64 0 ва 983 77 78. Сарпараст тарабхонаи осмон, сарпарастони кул, ширкати Баҳром медиа ва Позитив Продакшн. ширкати муштараки байналмилалии TM International мардуми азизи Тоҷикистонро ба соли ҷавонон табрик намуда, ҳамаи довталабонро барои омӯхтани забонҳои хориҷӣ аз ҷумла забонҳои англисӣ, русӣ, олмонӣ, курсҳои кӯтоҳмуддати компютерӣ, саёҳат ва меҳмоннавозӣ таклиф намуда 10% тахфиф пешниҳод менамояд. муаллимони мо таҷрибаи дараҷаи олӣ дошта, дар кӯтоҳтарин муддат ба шумо забонҳои хориҷиро меомӯзонанд. суроға шаҳри душанбе маҳаллаи 102 дар сеюм ошёнаи бинои Тоҷ. муфассалтар ба рақамҳои 93 800 02 21 985 22 49 89 ва 232 42 33 занг занед. TM International бо ҳам ояндаи дурахшонро месозем. Şafak söktü yine, sunam uyanmaz, hasret çeker.